سلام دوستان، ماشین رو خاموش آوردن، ریویابی کردیم، متوجه شدیم که کد سویچش پریده و میخوایم با هم دیگه ماشین رو بیکود کنیم. ایسیو زیمنس هستش. متاسفانه جای نگهداری گوشی زیاد مناسب نیست. من عذرخواهی میکنم. بریم ادامه کار. من پیچاشو قبلا باز کرده بودم. پشتش سیکت های کیلومتر رو آزاد میکنیم. خب تا همین حد کافیه. این یونیت ایموبیلایزر، این یونیت ایموبیلایزرش. ما میایم دو تا سوکت داره. این سوکت آنتنه، این سوکت برق و آهن و فاز. اینو ما میکشیمش چون میخوایم بیکودش کنیم. اگر وصل باشه دوباره کددار میشه ایسیو. این از این. خب این خارج شد. حالا میایم دستگاه رو وصل میکنیم، دیاگ رو وصل میکنیم. ادامه ماجرا. سوکت اوپیدی دیاگ رو وصلش میکنیم، سویچ رو باز میکنیم. من اینو رو خاموش کنم. خب میریم توی قسمت خودرو، ریمپ تیونینگ، خودرو ایرانی و زیمنس. خب شروع میکنیم خواندن از ECU. باید وارد مرحله ریمپ بشیم که از اونجا حذف ایموبیلایزر رو انجام بدیم. خب گزینه ادامه، حذف ایموبیلایزر، اینو انجام میدیم. غیر فعال.
اکسیژن دوم که نداره، تغییرات رو ذخیره میکنیم. بله، مجدد 10 ثانیه سویچ رو میبندیم. سویچ باز، ادامه. بله، دوباره چک میکنیم. شارژ باز گوشیم داره تموم میشه، فلش روشن نمیشه. خب مشکلی نیست. راحت ترین راه همین حذف ایموبیلایزر با دستگاه دیاگ موتورآزمایش ثمینه. اگر این دستگاه نباشه شما باید با TNM این کار انجام بدین و بیکودش کنین. و یه گزینه هست وقتی با دستگاه موتورآزما ما میایم بیکود میکنیم دیگه نیازی نیست که جای وایرا رو تغییر بدیم، ولی وقتی با TNM میایم بیکود میکنیم باید جای وایرا رو تغییر بدیم. خب یه مهلت میدیم 30 ثانیه، دوباره چکش میکنیم. خب بریم ادامه کار. شارژ گوشی هم کمه، سریع براتون تمامش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم از پایان کار بیکود کردن ECU ایزیمنس. همه پارامترها رو چک میکنیم، صبر میکنیم که فنش هم روشن بشه، دما رو چک میکنیم و بعد تحویل مشتری میدیم. ممنون که همراه ما بودین. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنین، زنگوله رو هم فعال کنین که کلیپ های ما برای شما بیاد. متشکرم از شما.